سلام، خوش اومدید به چنل الکلی شو. ولی الکلی نشو آقا، نشو الکلی نشو آقا با یه بازی اومدیم مسکه دوباره، نه؟ بله آقا نیما، امروز با یه بازی تبار اومدیم. یه بازی تبار ایلو تبار تبار یعنی ساختمون. این بازی رو میخوایم شروع بکنیم و قانونی هم که داره از اینه که همه باید از نصفه پایین شروع بکنن، از بالا نمیتونن شروع بکنن، ولی مجازات داره. هر کدومی که این ساختمون رو بریزن مجازاتش عرق سگی، عرق عرق کشمش، 50%. محصول کالیفرنیا. حالا نمیدونم تو کالیفرنیا تولید میشه یا نه. قراره هر کی به واسه 2 تا شات پشت سرم بک تو بک بزنه و خیلی اوضاعش خیته. 50% الکل. خیلی اوضاع خیته. خیلی اوضاع خیته. این اصلا فکر نکنین که عرق سگیش مثل عرق سگی ایرانه. کامپلیتلی اصلا فرق میکنه. 100 پروف. خیلی تلخه. تا آخر ویدیو با ما باشید که ببینید کی قراره اینو بره بالا 2 تا شات بزنه. بازی رو شروع کنیم. شروع کنیم. آقا نیما شما شروع کن. زنگ از قیچی نکنی؟ نه برو. نه شما شروع باشه. هر کی اول شروع کنه بهتره. آره بهتره. خیلی جیگر میخواد با خیلی باس مراقب باشی. قانون رو رعایت بکنه. از آخر باید شروع بکنی. از کدوم آخر؟ از آخر دیگه، نصفه پایین. خیلی باس مراقب بود. این بعد از چون اگه مراقب نباشی چی میشه؟ میبازی. این بعد از 5-6 دست به لرزش میفته. یه لطفی هم بکن دستتو رو میز نذار که این اوضاعش خیت نشه. اوضاعش میخ میشه یو. آره همونی که تو گفتی. اوضاعش دیگه چی میشه فکر میکنی؟ این بازی رو حتما تو خونه امتحان بکنید. خیلی بازی باحالیه و ما قراره از این بازی زیاد براتون اینجور بازی‌ها رو میتونید تو خونه امتحان کنید، ولی بازی خطرناکی بود تو خونه امتحان نکن. آره. بچه‌های گلی تو خونه. خیلی جیگر میخواد. میشه اینکمو درارم؟ یه بستگی به خودت داره. میگه اون که دست من نیست بستگی داره به تو. نه دیگه، نه اینجا دیگه تلخ بازی در نیار. حالا نوبت منه. از پایین من قرار نبود دوست عزیز گل. پایینش دیگه سیف بود عزیزم. ولی من میگم بیا یه کاری بکنیم. ولی چیکار بکنیم؟ تو این بازی رو بباز، چون اون موقع دیگه منو به عنوان یه لوزر تو تمام بازی‌ها میشناسن دیگه. با دو بازی قبلی رو که ما باختیم، اینو خوب یکی بازی رو که ما باختیم. بیا تو در حق ما یه برادری بکن. مسابقه است عزیزم. هر کی به بازی لقب لوزر بازی‌های کامپیوتری به ما ندن. همه امتحان بکن. آره دیگه در خونه رو واسه در به در نشی جوون. خیلی سفته. من مجبورم دیگه. بلند حرف بزن. میگه میخوای یه دهنم برام بخونی همینجوری که داری میبینی، فقط یه چیزی بخون که کپی رایت نخوره. من بخونم؟ یه دهن برام. نه خوندن تو کار من نیست. میخوام من بخونم. یه دهن بخون تو شاید من روشن شدم. من یه دهن معمولا یه کار دیگه میکنم، هیچ وقت نمیخونم. اون بده. اونو اگه بگم بوق باید بذاره اون وقت به جاش. آخ آخ آخ. ببین اگه این بازی داره نزدیک میشه، داره به اون جایی میرسه که دیگه نباید برسه. تندش کن ویدیو مال 700-800 دقیقه نشه. خب الان من افتادم گیر، ولی خودم رو نجات دادم. ولی میدونی مثلا چیه داستان این بازی؟ چیه؟ چه کسی به نظرت این بازی رو اختراع کرده؟ یارو چه فکری کرده؟ بکنم یارو نقشه کش بوده آقا نیما. یا نقشه کش بوده یا نقشه کش بوده. نقشه کش خوبه نبوده. آخ 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 آخ. خیلی جای حساس بازی رسیدیم. ولی یارو نماست این بازی رو اختراع میکرد. اگه من ببازم آقا نیما، من دارم همینجوری میرم، میدونی تمرکز نمیکنم. با اشتباه همین الان. آقا نیما، من دارم همینجوری میرم، میدونی تمرکز نمیکنم. 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 دوباره خیلی خوب.
بابا خدایی من رسیدیم به نقطه هیجان انگیز بازی. آقا نیما دوباره باخت. انگاری نه من فدا میشم، الکلا رو من میخورم که یه موقع کبد علی آقا آسیب نبینه. من خودم در معرض خطر قرار میدم. پس سابسکرایب کنید. خب آقا نیما باید 2 تا شات زندگی از این عرق سگی بره بالا که 50% هم الکل داره. دماغم داره میسوزه، موهای دماغم سفت لامصب کجا آوردی؟ 100 پروفه. این واقعا طعمش با طعمای عرقای ارمنی ایران کاملا مزم نمیدی؟ کاملا فرق میکنه. یعنی مزه لاغله. او خیلی نامن. نه دیگه مجازاتمون اینه که بعد خوشگاه خوش بری بالا. سلامتی. عرق کشمش بکرم کرده از زبون لولو بالا نیاری جوونی. خیلی خب آقا نیما شات اول رو زد. شات دوم رحم کن. نه دیگه این باید پر باشه. دیدی که داشت حالم بد میشد. یکی از هیجانات این مسابقه اینه که بدون مزه نیما گفت لب به لب میکنه. بابا رحم کن. نه دیگه مجازات عزیزم باختی. مردونگی کن. دیگه ریختم. بابا یه مردونگی بکن. دیگه ریختم دیگه. بلوات. شما بهش رحم کنید. می زدم و لولم مزم و شنگولم معمولی نیست. گریه نکن. خیلی تلخه. یعنی اصلا طعمش شد. این نصف شاته. این دو برابر یه شاته. دبل شاته. اصلا شاتای ودکاه. واده ها. خیلی تلخ بود ولی آقا نیما انجامش داد. آفرین. با ما همراه باشید چون برنامه‌های بیشتری براتون داریم. توی الکلی شو قرار مسابقه بذاریم. مسابقه‌مون هم با الکل خاتمه پیدا میکنه. بعضی موقع‌ها خاتمه دومیش به همبرگر تموم میشه. همونجوری که دیدید. با ما همراه باشید با الکلی شو. الکلی نشو چون که خیلی اوضاع خیته. خیلی خیته. یعنی برو به سلامت. ما رو سابسکرایب کنین، کامنت بذارین. خوشحال شدیم. هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.